اکثرا ما شنیده ایم که اهل جهنم زیادتر زنان است. پس خواهران عزیزم، آیا گاه سنجیده اید؟ آیا فکر کرده اید که چرا زنان بیشتر در جهنم است؟ کدام عمل زنان باعث می شود که بیشتر تعداد جهنم را زنان تشکیل می دهد؟ پس در این ویدیو به ذریعه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم این را برایتان بیان می کنم که کدام اعمال باعث رفتن اکثریت زنان در جهنم می شود. روایت بخاری و مسلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم ضمن خطبه نماز کسوف فرمودند که رأیت النار و رأیت اکثر اهلها النساء، که من دوزخ را دیدم و دیدم که بیشترین اهل دوزخ را زنان تشکیل داده اند. پس خواهران بزرگوار، من حیث یک مسلمان مسئولیت پذیر، این فریضه یک زن مسلمان است که کوشش کند بداند که چه عمل باعث می شود زنان را زیادتر در جهنم برساند و در ضمن کوشش کند که از آن عمل اجتناب کند. در حدیث دیگر از بخاری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند که ای گروه زنان، صدقه کنید، خیرات کنید، زیرا من اکثریت شما را دوزخی یافتم. سوال کردند که یا رسول الله چرا؟ یعنی کدام عمل ما باعث شده که زنان زیادتر در جهنم باشه؟ فرمودند به سبب زیاد لعن و نفرین کردن شما و به سبب ناسپاسی از همسرانتان. یعنی از این حدیث معلوم می شود که دو علت که بیشتر زنان را در جهنم میبرد، یک هایی که بسیار زیاد نفرین میکنند، لعنت میکنند، همیشه یعنی در زبانشان لعنت میباشد، دیگران را لعنت میکند، و دومی که همیشه از شوهران خود ناسپاسی میکنند. یعنی شوهر هر قدر که امرایش خوبی کند، باز هم اگر یک بدی از شوهر سر بزنه، زنان میگوید که در کل عمر یعنی هیچ خوبی ما، هیچ خیر از تو ندیدم، و همیشه در مقابل زحمات و خوبی های شوهران خود ناسپاس می باشند. یکی دیگر از علتهای کلانه که عموما زنا در جهنم می باشند، آن عبارت از غیبت کردن زنان است. چون عادت غیبت نسبت به مردان در زنان زیاد است. یعنی زنان زیادتر در پشت دیگران سخن میگویند و عیب آنها را یا ضعف آنها را و یا راز آنها را بیان میکنند و بدی دیگران را زیادتر بیان میکنند. وقتی یک زن همراه یکی میباشه، در مورد زن سوم سخن میگوید. وقتی همراه زن دیگر میباشه، همین زن اولی که قبلا همراهش بوده غیبت های این را شروع میکنند. پس نمی عمل باعث میشود که زیادتر و بیشتر در جهنم بروند. و همین قسم یک علت دیگری که بیشتر زنان را در جهنم میرساند، آن عبارت است این است که زنان عموما مغلوب هوس ها هستند و به زینت ناپایدار دنیا اهمیت میدهند و از عمل کردن برای آخرت و آمادگی برای آن ناتوانند، و همین زنان اکثریت باعث گمراه کردن شوهرهایشان و یا مردان میشوند، چون خودشان هوس پرست است، همیشه میخواهند خواهشاتشان پوره شود از هر طریقی که باشه و بالاخره باعث میشود مردان را گمراه کنند. پس این چهار عمل چهار بزرگترین اعمال است که زنان را بیشتر در جهنم میرساند.